سلام بچه ها، با یه آموزش دیگه از سری فیلم های آموزشی گردو در خدمتتون هستیم. امیدوارم که سوالای امروز رو به خوبی یاد بگیریم. امروز قراره 2 سوال دیگه از مبحث ترکیب توابع با هم دیگه حل کنیم. خب بریم سراغ اولین سوالم. اولین سوال چی گفته؟ گفته تابع FOG x یا FG x برابر با 3x2 منهای 6x به علاوه 14. از اون طرف به ما گفته خود تابع fx هست 3 تا x منهای 4. سوال از ما چی خواسته؟ اینکه gx رو به دست بیاریم. خب پس داده سوال تابع FOGه، به ما گفته ضابطه fx برابر 3x منهای 4. حالا از ما خواسته ضابطه gx رو به دست بیاریم. خب اول از همه بچه ها مهمترین موضوعی که باید تو توابع FOG حواستون باشه اینه که FGX یعنی شما بیا همون تابع FX رو در نظر بگیر، به جای تمام X هایی که تو معادلت میبینی بذار GX. FX هست 3 تا X منهای 4. حالا اگه به جای تمام X ها بذاریم GX چی میشه؟ میشه 3 تا gx منهای 4. اینجا رو نگاه کنیم. fgx هست 3 تا gx منهای 4. یعنی تو تابع fx مون به جای هر چی که x بود گذاشتیم gx. خب حالا از اینجا به بعدش دیگه راحت تر میشه. از اون طرف سوال به ما چی گفته بود؟ گفته بود fgx هست 3 تا x2 منهای 6x به علاوه 14. پس 3 تا gx منهای 4 میشه 3x2 منهای 6x به علاوه 14. خب از اینجا دیگه میتونیم خیلی راحت اول این 4 رو ببریم اون سمت معادلمون. 3 تا gx برابر این عبارت میشه و بعد حالا برای اینکه خود gx رو به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ باید هر دو طرف رو تقسیم بر یک عدد 3 بکنیم. 3 تا gx تقسیم بر 3 میشه gx. 3x2 منهای 6x به علاوه 18 هم تقسیم بر 3 میکنیم. 3x2 میشه x2 منهای 6x میشه منهای 2 تا x و 18 مون هم میشه مقدار 6. خب پس ما ضابطه gx رو با هم دیگه به دست آوردیم. خب بچه ها قسمت 2 چی گفته؟ سوال دوممون گفته که اگر که داشته باشیم تابع fx مون باشه رادیکال 4 منهای 2x و gx مون باشه x2 به علاوه 2x منهای 1، اول از همه با کمک تعریف دامنه تابع g و f رو به دست بیاریم. بعد g و f زمانی که متغیرش برابر 2 هست منهای f تقسیم بر g زمانی که متغیرش برابر 0 هست رو هم تعیین کنیم. خب پس یه قسمت الف داریم یه قسمت ب داریم. میخوایم ببینیم هر قسمت چجوریه. اول از همه بریم ببینیم تعریف چیه اینجا. تعریف میگه که اگه که تو بخوای دامنه g و f رو به دست بیاری، اول باید ببینی x هایی که عضو دامنه f هستن چیا هستن. اون x ها رو انتخاب کنی. با چه شرطی؟ که f توی اون x ها عضو دامنه g باشه. خب بیایم ببینیم دامنه f چیه؟ دامنه g چیه؟ دامنه f رو میخوایم به دست بیاریم. تابع fx همون چیه بچه ها؟ تابع fx هست رادیکال 4 منهای 2 تا x. پس fx هست رادیکال 4 منهای 2 تا x. اینجا خب ما یک دونه رادیکال داریم و یه xی داریم که با یه ضریبی و توی رابطه اومده زیر این رادیکال. چه شرطی داریم واسه رادیکال ها؟ عددی که زیر رادیکال قرار میگیره حق نداره از 0 کمتر باشه. پس عبارت 4 منهای 2x باید بزرگتر مساوی 0 باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه این 2x رو ببریم اینور نتیجه میگیریم 2x مون باید کوچیکتر مساوی 4 باشه. دو طرف رو تقسیم بر 2 کنیم. نتیجه میشه که x باید کوچیکتر مساوی 2 باشه. پس ما فقط x هایی که کوچکتر مساوی 2 هستن رو میتونیم توی fx مون استفاده کنیم. در نتیجه دامنه f مون هست x هایی که از منفی بی نهایت تا 2 بسته هستن. پس این شد دامنه f مون. بریم دامنه g رو پیدا کنیم. تابع gx هست x2 به علاوه 2x منهای 1. خب اینجا هر x ما میتونیم بذاریم، هیچ محدودیتی نداریم.
نه ایکسی داریم که مثلا زیر رادیکال باشه با یه عبارتی یا مثلا توی مخرج باشه. هیچ محدودیتی نداریم، هر ایکسی که دلمون بخواد میتونیم بذاریم. پس دامنه جی ما هست همون آر یا همه اعداد حقیقی. پس ما اول باید ایکس هامون عضو بازه منفی بی نهایت تا 2 بسته باشن، به شرطی که رادیکال 4 منهای 2 ایکس عضو اعداد حقیقی باشه. خب این تیکه دوم که بچه‌ها همیشه برقراره، یعنی هر عددی که از زیر این رادیکال در میاد همیشه عضو اعداد حقیقیه. این قسمت اول باید حتما برقرار باشه. پس در نتیجه دامنه جی و اف میشه همون دامنه اف که هست بازه منفی بی نهایت تا 2 بسته. خب قسمت الف رو با هم دیگه حل کردیم. حالا میخوایم قسمت ب رو حل کنیم. جی او اف 2 منهای اف جیوم 0 میخوایم ببینیم که مقدارش چند میشه. خب بچه ها بیاین اول جی او اف 2 رو به دست بیاریم. یه راه واسه اینکه جی او اف 2 رو به دست بیاریم چیه؟ اول اف 2 رو به دست بیاریم، بعد توی تابع جیمون به جای متغیرش عددی که از F2 به دست اومده رو بذاریم و اونو حساب کنیم. خب پس اول F2 رو حساب میکنیم. F2 میشه رادیکال 4 منهای 2 ضرب در Xمون که خب Xمون چیه؟ 2. 4 منهای 2 ضرب در 2 که میشه 0. پس F2 شد 0. حالا اگه من G و F2 رو میخوام به دست بیارم باید توی تابع G به جای F2 مقدارش رو بذارم. مقدار F2 چیه؟ 0. یعنی من میخوام G رو توی نقطه 0 به دست بیارم. خب میشه X به توان 2 به جای متغیر X همون داریم 0 میذاریم. پس میشه 0 به توان 2 به علاوه 2 ضرب در 0 منهای یه دونه 1 که میشه منهای 1. پس G و F در نقطه 2 شد منهای 1. حالا F تقسیم بر G رو بیایم به دست بیاریم. F تقسیم بر G خب ساده است دیگه. F مون که بود رادیکال 4 منهای 2x، G هم که بود x2 به علاوه 2x منهای 1. حالا همین تو نقطه 0 هم بخوایم به دست بیاریم کافیه تو صورت و مخرج به جای x همون بذاریم 0. میشه 4 منهای 2 ضرب در 0 که میشه همون رادیکال 4 که رادیکال 4 چنده؟ 2. مخرجمون هم که یه بار اینجا هم حساب کردیم. باید به جای این x ها بذاریم 0. یعنی 0 به توان 2 به علاوه 2 ضرب در 0 منهای 1 که میشه منهای 1. 2 تقسیم بر منهای 1 هم که میشه منهای 2. پس g و f2 شد منهای 1. f جیوم در نقطه 0 هم شد منهای 2. حاصل تفریق این دوتا رو میخوایم منهای 1 منهای 2 که میشه چند؟ میشه مقدار 1. خب قسمت برم حل کردیم انگار. امیدوارم که همگی موفق باشیم.